بچه‌ها سلام، من پارتاکم. این که میبینین استودیو خونگی منه. امروز میخواستم یکی از کارهامو 0 تا 100 رو براتون ویدیو بگیرم و خب اولین قدم برای این کار پیدا کردن یه بیت مناسبه. پس سریع دست به کار شدم و توی یه کانال تلگرامی دنبال یه بیت مناسب گشتم تا اینکه به این بیت برخوردم که یه بیت اولد اسکول خیلی خفن بود به نظرم. خیلی هم به فضای کاری من میخورد. قدم بعدی نوشتنه که مهمترین بخش کاره. مثل همیشه خودکارمو برداشتم و نوشتم و خب این مرحله برای من خیلی مرحله ارزشمندیه. این لابلای سریع هم به شعرهای قدیمیم زدم که تعدادش خیلی زیاده و میتونم از توش ایده‌های خوبی بگیرم و در نهایت بعد از 40 دقیقه شعر آماده شد و رفتم برای وکال گرفتن که این دوست داشتنی ترین بخش کارمه و خودم خیلی ازش لذت میبرم. بعد از چند دقیقه رکورد گرفتنم تموم شد و یه میکس خیلی ساده روی کار زدم و در نهایت این شما، اینم نتیجه کار. مرده رو هم دلم دیگه از آدما کنده. این شهر بی و بور بی تو چقدر هواش سرده. وقتی که یادم میاد تقدیر ما درده. راستی جای زخم نبودن تنها دواش مرگه. رفتی مونده یادگاری روی تنم، عطرت غم بوده رفیق تورگین بعد روز ترکت. برام مثل اعتیادی هنو میشم لنگت. من فقط بگو بنویسم برای تو چند بیت. باعث شدی باور کنم فرشته ها هستن. حیف کل راه قبل تو رو به اشتباه رفتم.